سلام دوباره. من هستم، خوش اومد ویدیو از کانالتون. من ویدیو سر صبحی تا فردا همین موقع قراره 24 ساعت بدون داخل ماشین. خیلی ویدیو باحال میشه. وسایلی که لازم دارم اینا اسم بهتون نشون میدم. لباس، شلوار بدون پودر، فلش، کار ویدیو، شارژ ایرپاد، این پاور بانک. نمی‌دونم خود ساکم چی نمیشه که باش کنم. آقا الان ساک آماده شد، بریم داخل چارش. این الان ساعت آقا الان ساعت 9:58 درسته. 10 دقیقه اینو وارد ماشین میشه. 10 دقیقه تا فردا 10 دقیقه باید تو ماشین باشی. چه چالشی خوره بوله 4 ساعته. چکس. آقا این از ماشین ما، ماشین جلویمه. الان قراره شروع کنیم از 24 ساعت شروع کنیم تو ماشین بایستیم. الک شد اینا لپتاپش نگاه میکنم، گوشی و دیگه که قد میکنم تو گوشی نگاه میکنم. الان ساعت 10:06 تا 10:06 فردا بعد داخل ماشین بایستیم. چکس. خیلی قرارم خوش بگذره. بند نشون کنم باید 206 بی صندوق 206 بی صندوق، یعنی نه مثلا که صندوق دارم. چی دارم میگم؟ چون توی این زدن بی صندوق ها رو قشنگ زبال پوشون خامون قشنگ درست بود توی خونه درست میکرد. اما اینجا با 206 با صندوق یه چیز مشباید درست میکنم. فعلا دقت که من همیشه هر تیکه میگم فعلا. آقا حال کن صندلی عقب در بردم کلای ایناش اونی که اون بره نمیشه. خب باید من خوابون میکنم پاکه کنم کردیم بالش دارم تو با برم برد حتی یه با پیان خوراک مروچه واسه من بیاد بسیار نخون فعلا خوراکی هم با اون آوردم. آقا چیپس سرکهی و از این کرنچی ها یه چوبشور یه دونه از این صبح نخوردم. این الان میکنم نوشتنی آب بعد دو موقع نارم که برام بیارن. فعلا آقا یه دونه از ویدیوهام که از شورت ویدیو بود در ماشین بازی اینا بود. بعد مثلا خام چون سوزه در ماشین بازی بود. مثلا رانندگی کشورهای مختلف، آلمان بود، ترکیه بود، بعد ایران بود، آمریکا بود، ژاپن بود. بعد چه میدونم خب اونا رو الان 218 تا بازدید خورده. خب یه روزی بشه 218,000 چی میشه؟ آقا من اون روز ویدیو گرفتم، خب شورت ویدیو بود، بیشترین بازدید کانال من بود. خب 218 تا الان بازدید خورده. موضوعش ماشین بازی بود، یعنی ماشین بازی رانندگی کشور مختلف، آلمان بود، ترکیه بود، بعد عربستان بود، آمریکا بود، ژاپن بود، بعدش هم ایران بود. این به ترتیب الان 218 تا بازدید خورده. نمیدونم بعدش یه دونه ویدیو دیگه گذاشتن در تمام ماشین بازیه نمره 20 کلاس این مثلا هندونه فروش اینا نمرات نوبت اول. اون یه دونه بازی خورده. الان اون بار دومش، بار سومش همین الان میخوام آپلود کنم براتون. بهش حتما نگاه کنیدش. آقا غذا رسید. روح کار نگاه کن. ایزی دوتا از این سسای احمرم گرفتم که باش بزنیم رک. فعلا من جوکر اگه گذاشتم جوکر نیدم. من جوکر ببینم فعلا. خب یه دقیقه داماد اونو میخواه سر زمینش یه دیگه فیلم میگیرم برای حاجی اونم تو زیاد 4-5 نفر اینجاست. خوبم گرفت.
میشه راجع نوم بگیرم اگه در نشدم از ماشین صدا میده شیشه پایی رو نمیشه برو دیگه آقا من موندم چرا من حالت دوربین قد تاریکه که ببخشید هوا تاریک داره میشه گربه رو یا خدا میخوام حرکت بزنم میزنم امیر که تو ویدیو قبل دیدن امیر دی پی ام جاب اسمش بود نمیدونم امیر داده چالش بپرسم که توی ماشین چالش رو انجام بدم خب این رو گوشاشم زیاد کنم بریم زنگ بزنیم امیر الو سلام امیر الو 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 سلام خوبی چالش بهم بگو من واسه صدات نمیاد بس کن اومد چالش بهم بگو یه چالش بگو که تو ماشین میخوام اجرا کنم اما داخل ماشین 5 تا شنا اگه میتونی داخل ماشین بگیر 5 تا شنا باش اوکی بله اوه حاجی گفت 5 تا شنا بریم یا اول بس الان درستش میکنم با زور سپایر بس کردم در پشت باز کردم چراش که امیر گفت بریم تاریک که بریم نمیشه خب بریم گفت 5 تا شنا تو ماشین یه جوری من قبول کن آی نمیشه آقا اینا همه قبول کن خودی برمون لامصب نمیره بالا مثلش نشسته بودم دوان دیدشش نمیره بالا دیگه از من قبول کنید کامتاین صبح رفتیم و نه چاکس وقتی شب مثلا بریم یه چایی از شهر ما باید نشون خب آقا نه یه میکروفون سفارش دادیم مغازه یارو ها این نگاه مغازه رو میبینی دیده باشم مغازه رو اونجا خب میکروفون هم نرسد از میکروفون داشته با گوش من نمیخواد گاهم میکروفون سفارش شدیم سم میکروفون هم نرسد دستم که امروز یه بریم سوال یه دیگه سوال کنیم شاید آورده باشه تا قبل عید کدیم برامون برسونم یه دونه سورپرایز هم دارم که کاردستی سافت باکس میخوام درست کنم که خیلی آسون فاز کارتون و زربره و فویل یه دونه لامپ از اون پاترومای تو شاخه از این سیمیاش خیلی چیز باحالی بود من با عمر رفتیم از این فیش آنتن بهش میگن چی میگن اونو برای بگیره از چیز از این برقی الکتریکی الان که داری این ویدیو رو میبینی من این ویدیو رو یه بار آپلود کردم و کپی رایت خورد یعنی حق نشر شد یعنی بود نمیشد که بازدید بخوره الان دارم چی میخورم دادون خالی اصلا نمیدونم روح شهر ما نمیدونستم یه آهنگ بذارم براش من نمیدونستم که آهنگ بذارم که کپی رایت نخورم خب الان وقت خواب الان ما داشتیم چیل کنیم بریم بخوابیم تا ساعت 10 فردا میبینمتون تاریکه این نورم هست تاریکه بازم خب بریم بگیریم بخوابیم چاکس کلاجی از موسی دیدم آقا خوابیدیم دیگه شکل ساعت 9:58 داشت که من الان داشتم ویدیو رو رکورد میکردم این لحظه دیدم نزدیک 10 دیگه تایم ما 24 خط ما داره تمام یعنی چالش رو برنده شدیم خب آقا
امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنید، ساب کنید، کامنت هم بذارید. کامنت بذارید که پارت دوم بسازم یا نه، یا بریم چالش دیگه 24 ساعت دیگه کجا بریم با هم دیگه. چکس.